بابا جان مگر جنگ همین خیلی دهشتناک بود؟ بله جانی بابا، لیکن خوشبختانه شخصی به میدان آمد که آتش این جنگ برادرکشی را خاموش ساخت، صلح را در تاجیکستان پایدار کرد. تا که باشم برای ملتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم. اهلی خوانندگان و آموزگاران جامعه لیسه پلی‌تکنیکی شهر خوجند با شکرگزاری از امن و آسایشگی و ترغیب دستاوردهای استقلالیت بخشیده به 30 سالگی جشن عمومی ملی چهاربینی ادبی فرهنگی تحت عنوان همایون باد استقلال تاجیک برگزار نمودند. در کمپوزیسیون ادبی تحت عنوان تاجیکستان شعرهای وطندوستانه در وصف استقلالیت تاجیکستان وطن پرزیدنت قرائت کرده شد. رقص پاپوری دخترکان صنف‌های ابتدایی طبع حاضرین را بالیده نموده سرود تاجیکستان با حس بلند وطندوستی سراییده شد. تاجیکستان تخت ما، تاجیکستان تاج ما، بال ما پرواز ما، اوج ما معراج ما. همچنین صحنه جالب و فیلم مستند درباره فعالیت لیسه پلی‌تکنیکی نمایش داده شد. اطلاع داده شد که صاحب استقلالی برای جامعه ما امکان فراهم آورد که حکومت مملکت در حل و فصل مسائل مربوط به امروز و فردای کشور اقدامات شایسته را عملی نموده به سازندگی و بنیادکاری اوج تازه بخشد. نتیجه این است که سالهای صاحب استقلالی وطن ما سیمای نو و زمانوی گرفته هزارها انشاءات حیات مهم اجتماعی و اقتصادی بنا یافتند. سایه معارف که از سمت‌های افسرانک سیاست اجتماعی و فرهنگی مملکت به شما می‌رود بی‌شبهه در روند ترغیب و تشویق تشکل و تحکیم استقلالیت ملی نقشی مهم می‌بازد. کمپوزیسیون تاجیکستان به پیش و برنامه فرهنگی حسنی انجام بخشید. باید قید نمود که در چهاربینی دیرکتوری دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی در شهر خوجند، دلافروز سعیدی رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند، نعیم ملک اسلامی معاون سردار ریاست معارف ویلای از سیف‌الله رحمت‌زاده، نمایندگان شعبه معارف شهر خوجند رهبری لیسه اشتراک و سخنرانی نمودند. تاکید کرد که تأسیس لیسه دانشکده پلی‌تکنیکی شهر خوجند به نام اکادمیک محمد عاصمی طلب عیان بوده یکی از دستاوردهای نظررس سایه معارف در سالهای استقلالیت محسوب می‌یابد. آن 10 سال قبل در پایه دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در شهر خوجند با مقصد تطبیق عملی دستور سپارش‌های سروری دولت جهت اعلان داشتن سال 2010 سال فرهنگ تکنیکی ارز اصلی نموده برای از خود کردن تکنولوژی اطلاعاتی، فن‌های طبیعت‌شناسی، ریاضی و دقیق، زباندانی و در مجموع برای آماده نمودن نسل نورست به طلبات زمان معاصر تأسیس داده شده است. طول این سالها جامعه مهنتی اهل اتفاق لیسه توانستند به هدف‌های در نزدشان گذاشته شده پورا رسند. اثبات این گفته‌ها آن است که امروز توجه ساکنان در قیاس به سالهای پیشین به لیسه خیلی زیاد است. اگر در سالهای نخستین فعالیت تعداد خوانندگان همگی 131 نفر باشد، پس امروز آن به 550 نفر رسیده است.